خودم؟ نان رو چی؟ نان رو هم. چه بامزه. شما اینقدر گوشت بسیار از کجا میابید؟ واقعا فراموش کردم که تمام گوشت‌های دنیا در نزد شما هست. احتیاط شوید. از چوپان‌ها احتیاط شوید. یکه و تنها نگردید. خصوصا آنها آدم نیستند. در کوه گشته وحشی گشته. احتیاط شوید. سلامت باشید. خوب رئیس سفید. من نفهمیدم همکارهایتون کجایند؟ یعنی چوپان‌های دیگر؟ من اینجا تنهایم. خیر من میروم. خب شما نترسید. میترسم، بسیار میترسم. من ظاهرا خودم رو شیردل نشان داده ایستادم، در اصل باشد. میدونید در شهر یک مرد فربه به ما گفت که از شما باید احتیاط شویم، خصوصا زنها، چون که شما در کوه گشته وحشی شده اید. چی؟ من رد دارم. اگر شما با من نزدیک شوید من دستانم رو با یوری جیغ میزنم. خاموش برتایید. شما نمی ترسید که تو آمدنی من در قوش ایستید؟ من رفته به شما هیزم بیارم. در پایان درزه های تیار هست. خر هم در همانجا. باز کدام خر؟ خر برای چی؟ آخر یک بغل هیزم برای شما کمی میکند. بعد چای جوشاندن لازم، خوراک پختن در کار. من نمیدونم با اون خر چه خیلی فهمانم که هیزم رو تو خیمه ما برد. من به وی میگویم شما به حضور شینی. رامه رو که میپاید؟ اینها میتوانند. میدونید من با اون مرد فربه اونقدر باور نکردم. آخر همه ما انسانیم و باید چون آدمان رفتار کنیم. اما وی رزیل. شما نترسید. سگ‌ها آدمی در خوش بوده را نمیرسند. بهتر است که رادیو گوش کنید. من که کوشش میکنم که نترسم، لیکن شما به هر حال بر وقتتر برگردید. نامت چیست؟ شد آرام. چی؟ سگ‌ها حال هم شما را نخوردن؟ نه، اونها با من گفتن که تو اومدن صاحبشون صبر میکنند. این را گیرید. این برای چی؟ لازم. من هیزم را میگیرم، شما باشید خوراک را. این دستاویز.
شما با کجا؟ هیزم رو در اینجا میپروریم. من برای هیزم به شما چقدر پول دهم؟ برای این چی بود؟ دستاویز چی؟ ما البته پول زیاد نداریم اما همین که از این کوه گنج افتید انا همان را به من میدید. یعنی شما پول نمیگیرید؟ اینجا بازار نیست. اوه چه خیلی بوی بامزه. من دیگر به نزدش نمیروم. وای در حقیقت آدم دیگر است. نمیروم. ببین چه خیلی خوراکی بالازد. اینقدر بوی لذیذ. شما اینقدر گوشت را از کجا پیدا کردید؟ عجایب. وای که خوب میکرده باشد. کی؟ چپان. چرا تو قرار دادی که وی شب خود نمیخوابد؟ این وای هر شب مینوازد. من گمان کردم این رادیو نیست. این چپان. خیر آنها به نوبت گوسپندانشان را بانی میکردگستند. او تنهاست. تماما. او چی مینوازد؟ فلیته؟ نمیدانم. چونین دستانی دغل و چونین صدای فوران. چیه وای به تو دست؟ نه. این طرف باشد تو از کجا میدانی که دستانی وای دغل؟ من دیدم. وای به من حتی نگاه هم نمی کند. کریستینا تو دیگر به نزدی وای نرفت. این هر دفعه گوش دادن او به سبب نیست. او چیزی میخواهد. من بی بلاشینیم. مایلش نمیروم. تو به سردارمون هم وعده داده بودی کو؟ خیر شد گفتم که نمیروم. اکنون خوب کن.
جوان شما از من چی کچه میخواهید؟ اکی گفتم روید روید از اینجا روید گفتم چی اینقدر با من کاس میزنید؟ چوپان التماس با من یاری دهید. این آدم خورهایتون کی به من عادت میکنند؟ هیچگاه. پس آنها یگان روز مرا میخورند. شاید این به آن وابسته است که شما در کدام وقت اینجا میآیید. خیر اگر شما به آنها فهمانید که مرا خوردن ممکن نیست آنگاه چی؟ نه این را به آنها فهمانده نمی شود. می شود ولی شما از چه سبب باشد که نمیخواهید؟ چرا نوای سگتون نامش چی بود؟ کالتا با سگهای دیگر همراه نمیگردد. وقتی که سگهای دیگر با شما میروند وای اینجا میماند و بعد وقتی که شما برمیگردید وای برآمده میرود. کالتا قوش را پاسبانی میکند. ما که آمدیم وای به شکار سغور میرود. واقعا دوستان من به شما تشکر میگویند و فهمیدنیند که خلاصه ما از شما چقدر قرض داریم؟ هیچ قدر. شما از من گنج قرض دارید. گنج؟ ها. چه گنج؟ ها گنج. ما آن را هیچگاه نمییابیم. چخیل نمییابید؟ چرا؟ چون که ما آن را نمیکوبیم. آن را گیولوگ ها و ارخئولوگ ها و باز کیم که های دیگر میجویند. ما باشیم الپینیستیم کوهگر. میفهمید؟ ها نامتون چیست؟ فایز. نام من کریستینا کوهگرد. گذارید کوهگرد. من چای میمانم. ببخشید من تماما فراموش کردم که شما گرسنه اید و بیهوده لقیده ایستادم. اوه چی شما او رو کشتنیه؟ نه شب پایش به سنگ خورد. چی؟ گوسفندهای شما شبها هم میچرند؟ گوسفند را شب چرا فربه میکنند؟ زمین منو خوب چی طور میشنوید؟ جواب دید. من زمین میشنوم. گپ زنید میشنوم. سلام کمپیرک خونشین. اینک ما قلعه اول رو فتح کردیم. حالا همه ما در قلعه. تصور میکنی حتی پیوتر بر اومد و یگان رسمان رو گم نکرد. آفرین تو در آنجا خانم نازنینت را یافتی؟ هیچ گپ نه کمپیرچه. رسمان ها رو کشم تو هم میبروی. کمپیری خانشینت در لگر نیست. تو در کجایی؟ چرا در لگر نمی نمویی؟ من در مهمونی در خیمه همسایه. پیوتر تو رو میبیند و باوری دارد که تو نسبت به وی بیشتر موفق شده ای. شد علاقه تمام. من شما رو انتظارم. نمیروم. اکنون فهمیدی غلیا بایی را کی میجوید؟ раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи ронандагони воситаҳои нақлии расонад ки ҷаримаҳои таъиншударо дар муҳлати муайян гардида пардохт намоянд.
мо илҳом бахши модарон шудем ва уребчаи суринпечони Evi Babyро амалан аз нав тайёр кардем. муҳофизати 2 карата аз чакидан, 4 қабат муҳофизати тез тақсимкунандаи моеъ, ҷабиши зуд барои қатъиян хушк мондани пӯсти кӯдаки шумо. ҳатто боз ҳам хубтар, тартиби муҳофизати мукаммал карда шуда дар бастаи сабз бисанҷед. агар хоҳед ки маҳсулот ба хизматрасонии шумо дар бозори дохил ва хориҷи кишвар харидори хешро пайдо намояд, дар фазои иттилоотии кишвар бароятон имконияти беҳтарин фароҳам оварда шуд. шабакаи синамо маводи таблиғотии шуморо бо сифати баланди рақамии HD дар байни филмҳои ватаниву хориҷӣ, барномаҳои шавқовару ҷолиб бо забонҳои тоҷикиву русӣ ва англисӣ метавонад пешкаш гардонад. телефонҳо барои тамос 223 01 23 936 00 00 16. албастӣ ман ба соҳибат ёрӣ расонидани будам. аз қуш набароед. рафиқони ман аллакай дар қулла, аммо ман вай гуфт ку шумо ҳам мебароед. онҳо аз куҷо бо шумо гап заданд? ана аз он қулла. барои чӣ ба он қулла баромаданд? чӣ хел барои чӣ? барои фатҳи қулла. инак боз як қулла ба одам сар фаровард. он қулла ба одам кайҳо сар фаровардааст. писарчаи ман ҳар бор аз он ҷо бо серкаҳои аз рама ҷудо шуда ба поён мефарояд. медонед дӯстони ман алпинистони нав сар кардаанд. ин қулла бошад алифбои алпинизм. ин ба онҳо ёрӣ мерасонад ки қуллаҳои баландтареро фатҳ намоянд. шумо чӣ? оё ба ҳар як ғалабаи худ шод намешавед, ҳатто агар он хурдакакам бошад? намедонам. рафиқонам имрӯз шохаи аввалини тоҷро фатҳ карданд. тоҷ? ҳа. кадом тоҷ? ана бубинед, 4 қулла ба шакли нимдоира ҷойгир шудаанд. дутои аз паҳлӯ буда баландтару онҳое ки дар марказанд поёнтаранд ва дар ҳақиқат тоҷи шоҳонаро ба хотир меоранд. мо ин қуллаҳоро чордодарон меномем. чордодарон? номи хушрӯй. онҳо дар ҳақиқат чун бародарон ба ҳамдигар монанданд. барои чӣ шавҳаратон шуморо кампир гуфт? шавҳарам? кадом шавҳарам? оне ки аз кӯҳ гап зад? не, шавҳари ман дар хона духтарчаамро нигоҳубин мекунад. сардорамон барои он маро кампир гуфт ки барои кӯҳгарди ман дар ҳақиқат ҳам кампирам. медонед чӣ? тоқати дар хона нишастан надорам. ҳамин ки фурсат ёфтам даррав ба ягон гурӯҳ ҳамроҳ мешавам. шумо ҳоло ҳам ҷавонед. ташаккур. кӯҳҳоро дӯст дорам ҳам. барои кӯҳгардии ман дар ҳақиқат пирам. охир сини солам аз 35 гузашт. шояд ин охирон сафари ман ба кӯҳ бошад. ба кори худам машғул мешавам. магар кӯҳгардӣ коратон нест? не, ин шуғл аст. ҷои корам тамоман дигар аст. ман дар театр кор мекунам. шумо театрро дӯст медоред? театр? ман ягон бор ба театр нарафтаам. чаро? ман тобистон ин ҷоям. ба кӯҳ ки хунуки афтод, рамаро ба кунҷи дигари дунё ба чӯл, ба чарогоҳи зимистона бурдан лозим. баъд тарошу тулгирӣ. ман чӣ? котиби райкомам ки ба театр меравам. шумо бояд рухсатӣ дошта бошед. не, ман ҳеҷ гоҳ дар рухсатӣ набудам. ин чӣ хел мешавад? ҳатто вазирҳо ҳам рухсатӣ мегиранд. вазирон вақт меёбанд. ман не. ман ба наздики тулгирӣ. тулгирӣ яъне чӣ? тулгирӣ ин як давраи хеле мушкили чӯпон. зимистон давраи наслгирӣ. гӯсфандон бес таваллуд мекунанд. агар як камтар дер кунӣ, бараҳои навзодро хунук мезанад. баъд гургҳо, уқобҳо, умуман давраи дузах. тобистон бошад,
بهشت من تئاتر بهشت. هر سال در دنیا هزاران کودکان از گرسنگی و قشاقی میمیرند. صدها دمان از نداشتن لباس گرم و پاپوشی و سرمای زمستانی. کالتا این منم. من به تو شیرینی آوردم. تو شیرینی را دوست می‌داری؟ آروم شو کالتا. کالتا ما بگیر کالتا. معقول شد. من به تو باز میدهم. ما بگیر کالتا. شما در کجا بودید؟ باز میگویند که در تاجیکستان تابستان باران نمیبارد. شبی دراز بارید. ما حتی به قوله برآمده نتوانستیم. من ترسیدم که شما ایرمتان را سیل شسته میبرد. آدم کلها چرا مرا پیشواز نگرفتند؟ یا شما با آنها فهمیدید که مرا خوردن ممکن نیست؟ همکارانتان کی میآیند؟ چرا شما دویم تنها؟ من میبینم همیشه از پای رما میگردید. این تنهای شما را دیوانه نمیکند؟ من خودم آنها را جواب دادم. رفته بچه و کچهشون را خبر میگیرند. من بعد لب و لونج حولیشون را درست میکنند. شما کی کودکانتون رو خبر میگیرید؟ من الکی خبر گرفته آمدم. لازم نبود آخر. من الکی تر شدم. تشکر. شما چند فرزند دارید؟ چی؟ چند فرزند دارید؟ 5 تا. اوه خدایا، شما چقدر زوده تربیه میبرایید. زنتون احتمال دیوانه نشدگی. من یک دخترچه دارم لیکن بابای زبان یافته نمیتوانم. زنتون در کجا کار میکند؟ من زن ندارم. جدا شدید؟ نه. یعنی مرا ببخشید. این بارون کی بس میکرده باشد؟ بعدی بارون کوها از نو جوان میشوند. میدونید ما دیروز به کوه برآمدیم به قله بلندترین تاج. من دیدم. براستی؟ بله. من در آنجا برای شما سورپریز تیار کردم. چی تیار کردید؟ بعد میفهمید. حالا کودکانتون در کجایند؟ کی با آنها نگاه و بین میکند؟ مادرم. 4 تای آنها و مکتب می روند. نخستینش در خدمت حربی است. وای اینقدر کلان است؟ بله. من گمان کردم که آنها خردککند مثل دختری من. نه من بر وقت خانه‌دار شده بودم. زنتون از چی؟ خیرس به وی در افتاد. او را پاره پاره کرد. نخود. خدایا توبه. در کوه مرگ و زندگی پهلوی هم نیستند. شما از افتش در تاجیکستان تولد شده اید. چرا این طور گمان میکنید؟ چون که زبانی ما رو خیلی خوب میدانید. براستی؟ آخر من به تاجیکستان همگی 2 بار آمدم. پرسیدم میخواهید که زبانی تاجیکی را از کجا آموختم؟ یافتم. بله. مرا شوهرم آموزاند. وای تاجیک نیست. او ترجمان زبانی فارسی دارید. میدونید زبان تاجیکی رو دانستن کفایه بوده است که با مردم افغان و ایران آزادانه سخن رانی. تا این وقت من زبان لاتینی می آموختم، ولی خیام، جامی، حافظ بر این بزرگان مرا مجبور کردند که زبان تاجیکی را دوست دارم.
илова бар ин ману шавҳарам дар хона доим бо забони дарӣ гап мезанем. پس شما از کجایید؟ ман аз русия, аз шаҳраги калуга. شوهرتان شما رو یاد نمی کند؟ шавҳарам намедонам. вақтҳои охир мо дар бораи ҳамдигар кам фикр мекунем. шояд одат карда бошем ё духтарчаамон моро ба ҳам мепайвандад. медонед, вақтҳои охир ба сарам фикрҳои ҳархела меоянд. шумо занатонро дӯст медоштед? نمیدانم. من بار اول او را روزی تویمان دیده بودم. یعنی چی طور؟ انا همین طور. من او را خریدم. آنها چی فرزندانشان را میفروشند؟ چی گویم؟ این یک قصه دراز. چی طور زندگی میکردید؟ همدیگر رو نفهمیده زندگی کردن ممکن است؟ معلوم میشد که ممکن است. چند سال شد که بزنید؟ قریب 5 سال شد. چرا دیگر زن نمیگیرید؟ در این سن و سال با 5 کودک موی سفیدان دهه کدام بیوزنی را یافتند. اما بیوزن این کی؟ بیوزن زنی که از شوهر مانده است. و شما او رو هم میخرید؟ آخر شما الکی یک بار خطا کردید. چرا آن رو باری دیگر تکرار میکنید؟ آخر گوش کنید. مرا دیگر کی با خواهش خود میگیرد؟ و گفتی آن مردک قفص گفتگیتان من یک عمر از پس مال گشته ممکن به وحشی تبدیل یافته باشم. کی میداند؟ احتمال گپی وی راست هم باشد. نمیدانم. معلوم میشود که بسیار چیزها را حالا نمیفهمم. زبانتون رو آموختم. از زندگیتون بیخبرم. به وقت شد. رفتنم در کار. خوش بمانید. من شما را تا پیشتر گسل میکنم. نخود. پس رفتیم.
منم وادی گلها را بود. واه چی خیلی زیبا. اکنون به این طرف نگرید. این منم کالتا. تو چی مرا نشناختی؟ من که دیروز به تو شیرینی آورده بودم، امروز هم آوردم. انا گیر. کنی؟ آفرین. سلام فیض. شما؟ من؟ چرا شق شده مونده؟ مرحمت به سر دسترخوان، شاید گرسنه هم باشید. شما چی طور به اینجا آمدید؟ چی طوری که میبینید؟ آمدم. شما بیکار گفتید که آدم خورهایتان روم نمیشوند. کالتا به من عادت کرد. من با وی خنده بسیاری دادم، خیلی مهربانی کردم و بر عوض این وی مرا به خیمه راه داد. کالتای شما شیرینی رو خیلی دوست می‌دارد و دو روز است که برای قنخوری به نزد من میآید. بگوید شما شیرینی رو دوست می‌دارید؟ کالتا حاضر همینجا بود. شاید برای داشتن سغور رفته باشد، یا دید که من اینجایم، خیمه رو به من باور کرد و برآمده رفت. برای چی شما این کار را کردید؟ چه خیلی برای چی؟ ما پگاه میرویم. چه خیلی که میگویند برای خاطره. کالتا! خدایا چرا شما اینقدر داد میزنید؟ انا این دیو دیگری همینجا کو. باز کالتا به شما چی لازم؟ کالتا! شما سری دسترخوان نشینید. من حاضر به شما بهترین خوراکی با دست زن پخته شده رو میارم.
احتمال شما کی‌ها این خوراک را نخورده. شما از جایتان نجنبید. من حالا برمیگردم. ایستا! خدایا یگان واقعه روی داده باشد. کالتا! خدایا کالتا به نزد من. ایستید لازم نه. آخر برای چی؟ چارچش! کاراگر! چرا شما این طور کردید؟ چرا خاموشید؟ برای چی گپ نمیزنید؟ واقعا شما باید به خیمه اتان برگردید. خودی حاضر. هر چی زودتر باشد همان قدر بهتر. وگرنه مرا هم تیر میزنید. من نمیروم. میتوانید به من هم تیر زنید. مرحمت. شما رزیلترین مرد دنیا هستید. ببینید چه قهرمانیه سگ را کشتن. گناهی وی چی بود؟ آخر من او را رام کردم. پس چرا شما او را کشتید؟ مرا میکشتید. به شما چی فرق دارد؟ شما که به کشتن استا. مرده که فربه راست گفته بود. شما از وحشی هم بدتر. چی یک روی کرکرانه. ببینید سگی وی به دیگری عادت کرده است. شما این سگ‌ها را میبینید؟ آنها انتظارند که شما کی از خیمه میبرایید. آنها همه را میبینند و میفهمند. این شب باشد و من حتی اطاعت هم نمیکنند. بنابراین شما باید هر چی زودتر از اینجا روید. گوش کنید، سگ چوپانی بازیچه نیست. بیرحم، وحشی، بدرشک، منی بی عقل. باز با شما افتخار میکردم. بهادری کوهستان، با آر و ناموس به این قهرمان نگرید. به فکرم شما از تنهایی دیوانه شده اید. رحمم میآید. شما چغز را به خاطرم میآورید که شبها از تنهایی مینالد و به دیگران همراه شدن نمیخواهد. شما او را گدا کردید. شما پگاه میروید و همه را فراموش میکنید. اما سگ شما بری نیست و چیزی را فراموش نمیکند. کنی همه اتان دفع شوید از اینجا. رفتیم. شما در حقیقت مرا پروندنیید؟ رفتیم. من شما را نجات دادنیم.
раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи ронандагони воситаҳои нақлиёти давлатӣ ва шахсӣ мерасонад ки ҷаримаҳои таъиншударо дар муҳлати муайян гардида пардохт намоянд. В детстве я очень любила смотреть, как мама готовит. Когда она накрывала на стол, и мы всей семьей ели вместе. Стол зачастую был скромным, но всегда вызывал восхищение. Любовь – вот что делало еду такой вкусной. Шедевр. С любовью к еде. Эти чуваки добавили витамин С в Фанта. Говорить нет смысла. Просто смотрите на эффект. Фанта С цепляет вкусом, бодрит всю тусу. Целый день заряд на плюсе. Фанта С. Зацени вкус настроения. Окунись в центр веселья. Лови эмоции, кайфуй в душе. Открой Фанта с витамином С. Фанта стала еще круче. С витамином С. Чуваки, мы зарядились витамином С на весь день. Улетный вкус. Ваша очередь. Открой Фанта. Чтобы приготовить вкусный обед, необходимы только свежие, натуральные и качественные продукты. Майонез «Три желания». Все вкусное просто. Встречайте «Три желания» в новой упаковке. шифохонаи табобати чинӣ барои муолиҷаҳои бемориҳои гуногун бо мутахассисони бо таҷрибаи чиноӣ даъват менамояд. дар марказ барои муолиҷаи бемориҳои дарди буғумҳои тамоми бадан, сутунмӯҳраи гардан, фалаҷшавии дасту по, ревматоидни артрит, остеонекроз, витилиго, псориаз, экзема, хориш, аллергия, донача дар рӯй, илтиҳоби простата ва рамшавии простата, доштан натавонистани пешоб, номукаммал кор кардани майнаи сар, хотираи заиф, бедорхобӣ, изтироб, ҳаяҷон, ҷоғар ва рамшавии ғадуди сипаршакл, диабети қанд, фишорбаландӣ, ҳолати бади инсултӣ, бронхит, астма, ринит, гайморит, аллергический ринит, бемориҳои меъда, гастроэнтерит, варами рӯда, диарея ва ба дигар намуди бемориҳо шароитҳо фароҳам оварда шудааст. инчунин усулҳои чиноии табобати бемориҳои мардона, табобати ҳама гуна бемориҳо тавассути гиёҳҳои шифобахш низ дар ин ҷо ба роҳ монда шудааст. суроға шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ, кӯчаи деҳоти 50, қафои диагностика. мо илҳомбахши модарон шудем ва уребчаи суринпечони Эви Бейбиро амалан аз нав тайёр кардем. муҳофизати ду карата аз чакидан, 4 қабат муҳофизати тез тақсимкунандаи моеъ, ҷабиши зуд барои қатъиян хушк мондани пӯсти кӯдаки шумо. ҳатто боз ҳам хубтар, тартиби муҳофизати мукаммал карда шуда дар бастаи сабз бисанҷед. агар хоҳед ки маҳсулот ба хизматрасонии шумо дар бозори дохил ва хориҷи кишвар харидори хешро пайдо намояд, дар фазои иттилоотии кишвар бароятон имконияти беҳтарин фароҳам оварда шуд. шабакаи синамо маводи таблиғотии шуморо бо сифати баланди рақамии HD дар байни филмҳои ватаниву хориҷӣ, барномаҳои шавқовару ҷолиб бо забонҳои тоҷикиву русӣ ва англисӣ метавонад пешкаш гардонад. телефонҳо барои тамос 223 01 23 936 00 00 16. شما می توانید به من فهمونید که چی واقعی روی داد؟ همین که از اینجا رفته کلته در حال به کفتن شما سر میکرد. تمام روز جایهای خیمه‌تان را بوی کشیده خود را به چهار طرف میزد. نصف شب شما یا قندی داده شما را یاد کرده به نوله کشی می‌درآمد. سگ‌های دیگر در حال به وی پیروی میکردند. شما یگان بار نوله کشی سگ‌ها را شنیده اید؟ من میدانم آن چیست و هیچگاه نمیخواهم که بار دیگر آن را شنوم. برای رمه باشد این نوله‌کشی مرگ یقین است. گوسفندان دل و گردهشان را کفانده از این آواز دورتر گریختنی میشوند. از جریها غلیده سر و گردنشان را میشکنند، خود را به دریا میاندازند، به بالای یکدیگر سنگ غلانده همدیگر را معیوب و مسلوب میکنند. آنهایی که سلامت میمانند آنقدر پهن و پریشان شده میروند که در یک ماه غون داشته نمیشود. بوسها به شاخهایی میبرایند که تنها با تیر آنها را از آنجا فراوردن ممکن میشود. من در یک شب نصف رمم را برباد می‌دادم.
حاضر هر چه زودتر به خیمه‌تان برگردید و کوشش کنید که به بیرون نبرایید. آخر من نمیدونستم. چرا شما این رو به من پیشتر نگفتید؟ خدایا چه نامعقولی کردم. با همسویمون چیزی رخ داده است. سگ‌هایش شبی در روز ناآرامند. در آنجا چی واقع رو شد؟ پتیا، اگر تو هم این را پی برده باشی پس در آنجا در حقیقت ناتنجیست. ممکن برام خیرس هجوم کرده باشد یا یگان غول یا بویی محمدانه نکن، شاید با او یاری ما لازم باشد. ما حضیر به نزدش می رویم. اولگا کریستینا را بیدار کن، او وی را می شناسد. او بیدار است، شبی دراز گریه می کرد. به هیچ کجا رفتن لازم نه. چرا؟ چون که هر آن چیزی که در آنجا روی داده ایستاده است این عاقبت گناهی من است. شیخه چی گفتی؟ با عیب من و این شب اینقدر عذاب میکشد. با عیب من تمام گوسفندانش پراکندند. آخر تو چی کار کردی کریستینا؟ آدم بیچاره تمام این روزها ما را خوراند و پوشاند. ما باشیم در جواب نکیش. کریستینا، من نمیدونم که تو چی نامعقولی کرده ای، ولی ما حاضر با سر خم به نزد این آدم نیک رفته از او عذر میپرسیم. کریستینا، همه‌تان به خیمه هایتان درآیید. چراغ‌ها را کوشید و بیرون نبرایید. فایز بیدار شوید. فایز بیدار شوید. سگ‌ها فایز دف شوید از اینجا. دف شوید. خمیر را گرفته با دست خودتان به سگ‌ها دهید. گیرید. من میترسم. چرا آنها امروز اینقدر بدجهلند؟ شبی دراز دیوانگی میکردند. شاید آنها نبودن کلتر را پی برده باشند. بله، این همین طور است. و آنها میدونند که در نبودن کلتر من گناهگارم. مرا سردارمون خدایا، شما چقدر خسته شده اید. حتی رنگ رویتون تغییر یافته است. من شب چند بار به نزدتان آمدنی شدم ولی ترسیدم. خوب کردید که نآمدید. شب آنها به کسی رحم نمی کردن. ما می رویم فایز. سردارمون مرا فرستاد تو از شما عذر پرسم برای نامعقولی دیروزم. سردارتان از کجا می دانند؟ این من با وی گفتم. وی خودش هم آمدنی بود ولی من گفتم که گناه را من کردم و خودم باید آن را اصلاح کنم. مرا ببخشید فایز، ببخشید. اگر توانید خواستم اثبات کنم که با مهربانی سگی از همه بد جهل را رام کردن ممکن است. نه اصلا من خودم گناهگار. بعد بیخبر ماندم و داد و وای بیهوده برداشته شما را خفه کردم. این سگ‌ها قادرند گرگ را پاره کنند.
چرا آنها هیچگاه به شما در نمیافتند؟ ببینید آنها چقدرند. شما باشید تنها. آنها سختگیری مرا حرمت میکنند. وقتی به آنها خیرس یا گرگ در میافتد مرا پیشوا میدانند. دهشت این محاربه رو تصور میکنم. شما گفتید که کالتا مرا یاد میکند. چرا سگ‌ها چوپان‌های دیگر رو یاد نمیکنند؟ یا مثلا وقتی که شما میروید چوپان هیچگاه به سگانش نشان نمیدهد که او آنها را دوست می‌دارد یا نه. وی با سگان خیلی دغلانه معامله می‌کند و گویا آنها را نمی‌بیند. سگ‌ها هم با چوپان عیناً همین طور معامله می‌کنند. اگر فرمان دهی حتی به خیرس هم هجوم می‌کنند و بعد باز هر کدام از پی کار خود می‌شوند و گویا چوپان را نمی‌بینند. میدونید من امشب فهمیدم، نه بلکه دیدم که کورکورانه به زندگی دیگر کس دخالت کردن با چی می انجامد. این را هیچگاه فراموش کردن نمیتوانم. کوه‌ها این شدند. من این واقعه را هیچگاه فراموش نمی کنم. این معمای آخران است در حیات من که کوه‌ها در خیرباد برایم کشودند. میدانید چی؟ شما باز بیایید. نه فایز، نمی آیم. آرزو داشتم که پامی را ببینم، لیکن کفایه. می روم و دیگر از دخترچه هم جدا نمی شوم. من اینجا یک نیمه خودم را گم کردم. صلیبم رو، تحفه بیبیم رو، اون برایم خیلی عزیز بود. ما این چیست؟ دندان گرگ. انسان را از یأس و ناامیدی نگاه می دارد. ناخوشی ها را برهم می زند. شما این رو باید بر وقتتر به من می دادید. شاید بی عقلی های مرا پیشگیری می کرد. کسی دردم را دوا نمی بخشد بجز خداوند. میگویند که از کوه غمگین رفتن خاصیت خوب ندارد. ویدا گفتن با کوه ها، با سگ های بدجهلتون. عجیب، در دنیا همه گوشت میخورند، لباس گرم و پای افزال میپوشند، ولی در سری دسترخوان یا هنگام لباس پوشی یگان کس درباره مهنت چوپان میاندیشیده باشد. به فکرم نه. خیر، پاسبانی کوه ها، من این قله های سربلند را به شما می سپارم. هرچند آنها از شمایند یا شما از آنها. تشکر برای درستان. من می روم. کدام درس؟ برای رفتار جوان مردانه و حتی برای سختگیری مجبوریتون. خیر، من رفتم. خدا یارتان بود. به سردارتان مینداری مرا رسانید. مینداری؟ برای چی؟ برای آن که شما را به نزد من فرستاد. چی؟ شما اینقدر میخواستید که من بیایم؟
خدایا یا شما از این دنیا نیستید یا من چیزی رو نمیفهمم. خیر فایز، پناهتون به خدا. ایرا در کشوده، در اومدن گیر. ایرا تو چی فکر داری؟ من این پیراهنم رو هم گیرم یا نه؟ شما کی؟ نشناختید. از سیاما و شما سلام. فایز فایز، باور نمیکنم چقدر تغییر یافته ای. نخودین تویی، تو مرو چی خیلی یافتی؟ یافتم. کوها به من گفتند. تشکر با اون کوها. من اونها رو بیشتر دوست داشتم. اونها به تو چی گفتند؟ گفتند که یک زن دیوانه انتظار است و 1 سال با سیامه رو به خاطر می آورد. تو در اومدن گیر فایز، چی در پیش در ایستاده ای؟ درو. من به بالای یکی از آن قله ها بر آمدم. کوه باشد به من انا این را داد. آدمان نیک این را به من خوانده دادند. تکلیف نامه، سورپریز. انا گپ در کجا؟ پس تو به قلعه تاج بر آمدی؟ بر آمدم. چرا آن را به تو دیگران خوانده دادند؟ تو خودت خوانده نمیتوانی؟ میتوانم، اما حرفای شما دیگر خیلی لاتینی. گوش کن فایز، من تو رو تو گفتم. خودم هم نمیدونم چرا. اینقدرش من بسیار خوب میدونم که چرا. اکنون تو هم باید من رو تو گویی. چه خیلی؟ با من تو بگوی. من تو رو یافتم زنی مجنون. من تو را یافتم. انا همین طور. اکنون تو باید من رو بوسه کنی. اینقدرش ما باید هم دیگر رو ببوسیم. حیران نشو، همین خیلی قاعده هست. چه خیلی؟ آخر تو شوهر داری؟ بلا با پس شوهرم. من گفتم که همین قاعده هست. انا شوهر تو مرا میکشد. نمیکشد، من رو میدونم. برای کشتن اراده در کار. کنی گذر. اینقدر خربوزه کلان رو برداشته آمدی. گذر کنی با کرسی نشین. تو کی آمدی؟ به اینجا امروز 3 روز در مسکو بودم. در مسکو چی کار میکردی؟ تماشا. سیاحت کردم.
خدایا فایز، چه خوب شد، چه خوب شد که آمدی. تو با کجا روانه بودی؟ من به مورد آمدم. نه فایز، من به هیچ کجا رفتنی نبودم. من تنها انتظار بودم، کسی رو یا چیزی رو. آخر من این رو به تو فهموده نمیتوانم. بیا میرویم. به کجا؟ نمیدونم، این رو تو میخواستی. راست، میخواستم. بیا به طرف خانه میرویم. کی ها باز در اونجا نبودم. حتما به طرف خانه میرویم. این صورت دخترت؟ ها، حاضر در خانه مادرم. تمام تابستان آنجا میماند. بهر نزدیک. کریستینا، دستانم را در کجا شویم؟ طرفی راست، در اول. خدایا چه خوب شد که اومد. باز چه واقعه؟ خدایا فایز، من در آنجا ناخواست چیزی رو شکستم. تو چیکار کردی؟ تو آن رو چقدر شکستی؟ کنی رفتیم؟ توبه، تو در این خانه ها مثل خرسی بلایدان افتاده هستی. نقل کن، در کوه ها چی نویگری؟ آدم خورهایت چه حال دارند؟ مرا دشنام نمیدهند. خدایا، آن وقت چه نامعقولیه کردم. روز گذشت و خودم را بخشیده نمیتوانم. دایم در خوابم کلتر رو از تیر تو نجات دادن میخواهم. تو میدونی بعدی رفتن شما از کوه علای من 4 بچه زایی و من باشم یک تای آن را کلتا نام نهادم. تشکر. تو حق داشتی که به یکی از آنها کریستینا نام دهی. نه، اینطور نگوی. گوش کن فایز، تو از قلعه تاج دیگر هیچ چیز نیافتی؟ یافتم و اون رو هم به تو دیگران خوانده دادند؟ نه، آن را کسی نخوانده است. شاید تو خودت آن را به من خوانده دهی. خوب، فقط دیرتر میلش. چرا تو هیچ چیز نمیخوری؟ مگر به تو معقول نیست؟ معقول. میدونی فایز، من همیشه آرزو میکردم که کوه همین خیلی دست نورس و سربلند بمانند تا که آدمون برآمده آن رو زیر پا نکنند، خود رو فتح کننده نحسابند. آخر همه چیزی فتح شده قیمت خود را گم میکند. پس من چی کار کنم؟ تو گپی دیگر هستی فایز. تو یک پاره کوه هستی. کوه رو به تو و تو رو به کوه تصور کردن ممکن نیست. تو از افتش مرا فرشته می حسابی. ها، البته. نه، من هم در عمر خود نامعقولی های زیاده کردم. تو؟ کریستینا، میدانی من آن وقت جوان بودم. وقتی که از خدمت برگشتم با یک دسته چوپان بچه ها همراه شدم. آن وقت چوپان بچه ها پلیس زیاد کار میکردن.
من باشم با آنها همراه شدم. انا بعد شراب نوشی، بزم ها، شب نشینی ها، بزم های بیهوده و بهوده. خیریت که قبلگاه هم مرا از آنها جدا کرد و به کوه برد. کی میداند شاید کوه مرا آدم کرد. کوهستانی. چرا تو درباره شوهرت چیزی نمیگویی؟ وای کجاست؟ ما جدا شدیم. چی؟ جدا شدید؟ برای چی؟ بله، خودی همون وقت علاقه قریب 1 سال شد. تو حیران نشو. با بالای این وای به کیم کدام هم کسبش عاشق شده است. من فکر کردم که این جدا شوی بهتر است و همین طور هم هست. هر روز جامدانم رو میخوندارم و به کجای رفتن میخواهم، ولی پس دندان گرگ هم یاری نداد. کی میداند؟ شاید محض وی یاری داده باشد. به هر حال از کردم پشیمان نیستم. آخر وقتی آمدنم تو مرا کسی دیگر گمان کردی کو؟ همسایم. اکنون او هم مثل من تنهاست. انیقترش من اکنون مثل او زنی تنهایم. تو با این چی میگویی؟ کریستینا، میدونی چی؟ من نوشیدن میخواهم. بیا می نوشیم. برای چی؟ برای بخت فرزندانمان. بگذار آنها خوشبخت باشند. بگذار آنها عمری دراز بینند. و اون من برای همه کودکان. نه فایز. بیا برای کودکان ما قهوه می نوشیم. آخر من چیکار میکنم اگر تو مست شوی؟ من کوشش میکنم که مست نشوم. هیچ باوریم نمی آید که در نزد من 1 پاره کوه نشسته است. فایز، تو تصور کرده نمی توانی که چی آدمی هستی و این بسیار خوب است که نمیدانی. میدانی من در این مکتوب باز چی نمیدانم؟ من بسیار میخواهم که همه آدمان مثل تو وحشی باشند. نه، تو گمان نکن که من به تو اظهار محبت کردنیم. هرچند اگر تو امروز نمی آمدی نمیدونم چی کار میکردم. وقتی که شما از سیامه برگشتید من حس میکردم که در کوه چیزی نمیرسد و هر باری که سگها بی‌ضابطه میشدند من خیال میکردم که شما برگشتید. میدانم در سن سال من این خنده‌آور است. ها، واقعا من به تئاتر رفته بودم. میدانی با من بسیار هم معقول شد. در واقع فایز، تو اون بیوزن رو خریدی یا نه؟ نه. چرا؟ تو خودت اجازت ندادی که. یاد داری فایز، تو با باشیشگاه ما هیزم برده بودی.
من آن وقت از پس تو می رفتم و از مویزه های تو چشم کنده نمی توانستم. تو چنان دلپرانه قدم می ماندی که گویا حاکم مطلق آن کوه ها باشی. و من فهمیدم که تمام عمر صاحب آن مویزه ها را می جستم. شبها من گمان می کردم که روزی دیگر تو را نمی بینم. همین که آوازی نهایت خاموش می شد من باور می کردم یک عمری تو را گم کردم. چون خواب، چون خیال، چون نسیم فورمی کوه غیب زدی تو دیگر نیستی و من تو را می جستم. اکنون گوی من چی کار کنم؟ کریستینا جان، رفتن لازم. کار بسیار بسیار خوش روی گفتی جان. اگر خواهی من تو رو همیشه کریستینا جان میگویم. همیشه؟ تو که حاضر می روی؟ بچه ها خواتیر می شوند. آنها نه، تو خواتیر می شوی فیض. من می بینم تو دایم آنجایی، لیکن آخر آنها کودک نیستند. تو خودت گفتی که آنها چوپانهای خوبند. من باوری دارم که آنها تو رو می فهمند و سرزنش هم نمی کنند. تو با این حق داری. گوش کن فیض، امشب اینجا بیمان. من تو رو گسیل میکنم. سحری گسیل میکنم. سحری؟ چه خیل؟ نه، من نمیستم. هنوز 15 سال مقدم آنها سعی کردند نوگانی بیافرند، معجزه احیا کنند که نظر هزاران را افسون گرداند. تجربه از نسل به نسل آمده را استفاده برده آنها اعجاز گنج‌های نهفته و زینت ازلی سنگ‌ها را کشف کردند. شاهکاری‌های ناتکرار زرگرانی چیره دست، کارکرد بی‌آلایش، شکل‌دهی مکمل و ساخت و ساز دستی هر یک پارچه نازک آن ارزنده تحسین جوهرشناسان است. تاج کریستال با رنگریزی‌های فرهنگ مردمی و آیین‌های ملی با تجربه بای استادان بزرگ هنری زرگری. تاج کریستال، شکوه دسترس. раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилии тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи ронандагони воситаҳои нақлиёти давлатӣ ва шахсӣ мерасонад ки ҷаримаҳои таъиншударо дар муҳлати муайян гардида пардохт намоянд. мо илҳом бахши модарон шудем ва уребчаи суринпечони эви бейбиро амалан аз нав тайёр кардем. муҳофизати ду карата аз чакидан, 4 қабат муҳофизати тез тақсимкунандаи моеъ, ҷабиши зуд барои қатъиян хушк мондани пӯсти кӯдаки шумо. ҳатто боз ҳам хубтар, тартиби муҳофизати мукаммал кардашуда дар бастаи сабз бисанҷед. агар хоҳед ки маҳсулот ба хизматрасонии шумо дар бозори дохил ва хориҷи кишвар харидори хешро пайдо намояд, дар фазои иттилоотии кишвар бароятон имконияти беҳтарин фароҳам оварда шуд. шабакаи синемо маводи таблиғотии шуморо бо сифати баланди рақамии HD дар байни филмҳои ватаниву хориҷӣ, барномаҳои шавқовару ҷолиб бо забонҳои тоҷикиву русӣ ва англисӣ метавонад пешкаш гардонад. телефонҳо барои тамос 223 01 23 936 00 00 16. من میخواهم که تو امشب با من بمانی. سحر من تو رو گسیل میکنم. خدا میداند که باز کی هم دیگر رو میبینیم. شاید عموما نبینیم. برای چی من باید خودم رو از این خوشبختی محروم کنم؟ فیض، من تو رو دوست میدارم.
من تو رو خیلی دوست می‌دارم. اگر تو حاضر برآمده روی من میمیرم، من نابود میشوم. تو باید مرا بفهمی. این ناممکن است. من نمی‌ایستم. چرا؟ این دزدی است. یعنی از ریختنی آبرویت میترسی؟ از من دزد نساز. وحشی، قولیابایی. آخر تو فهم من و تو از دیگران کمیه نداریم. فایز، تو برای چی آمدی؟ فایز، من میخواهم فهمم برای چی تو به نزدم آمدی؟ تو را دیدن میخواستم. فقط برای همین؟ کی به تو خلال میرسوند که امشب با من بمانی؟ یا تو از اون میترسی که؟ میترسم کریستینا جان. آدمان باید دانند که ما با هم رسیده ایم. به خانه ما آمده دهان شیرین کنند، آش و نان خورند، همراهی ما خرسندی کنند، رقص و بازی کنند. آخر من به چشمان آنها چطور نگاه میکنم؟ پس از این شبی دزدی امان بین من و سگ‌های رمم چه فرق میماند؟ خدایا، تو از کدام عصر باقی مانده ای؟ من گمان کردم که همه آنهایی که به تو مانندند کیها نابود شده رفتند به مثل دینозاورها. لیکن انا، تو در نزدم ایستاده ای، تماما زنده و تماما دست نورست. مرا ببخش فایز. ببخش. تو که میدونی من بعضا همین خیلی نامعقولی ها دارم. چرا با من رفتن نمیخواهی؟ بی اندیشه گپ میزنی. این کاری آسان نیست. خیر چی؟ دخترچت رو همراه همان میبریم. تو چقدر آسان حل کردی؟ اول روزگی آنها رو پرسیدن لازم. بغیر از این در اونجا من به تو چی لازم؟ در اونجا من با کی میمونم؟ چی کار میکنم؟ آخر ما کودک نیستیم که فایز. بلکه خودمون کودکان داریم و برای قسمت آنها جوابگریم. ما جوابگریم. دنیاهای ما گوناگونند، میفهمی؟ از ما ناپرسیده ما رو به هر طرف پرتافتند. بی‌روزگی ما، میفهمی؟ امکانیت هایمان دیگر است. دنیاهای ما هم دیگر است فایز. حالا تو آمدی و من 100 سال جوانتر شدم. تو میروی و این جوانی رو با خود میبری. میلش، من هیچ کجا نمیروم. چی؟ گفتم که نمیروم. یک عمر با تو میایستم. تو راست میگویی؟ ها. نه، نه، اکنون این رو من نمیخواهم. نه نه نه. برای چی؟ اکنون این رو من نمیخواهم. نترس. من در همین جا هم کار مییابم. دیوانگی نکن. من این رو نمیخواهم. من تو رو نابود میکنم. تو با من میمیری. عموما تو به آن کوه ها، به گوسفندانت، به آدم خورهایت زندگی کرده نمیتوانی. تو چون ماهی از آب بیرون مانده زود میمیری.
بنابر این من نمیخواهم. تو و کوه‌ها با من زنده لازم استید. من نمیدانم چی رو بیشتر دوست میدارم، تو رو در کوه یا کوه رو در تو. من تو رو نپابندی کسی، بلکه همیشه آزاد تصور کرده میتوانم. انا همین طور. من این رو اکنون فهمیدم. وقتی رفتن شد. با کجا؟ من چیپته دارم. چه خیل چیپته؟ خدایا، فایز، یعنی تو در حقیقت تنها برای آن آمده که مرا ببینی؟ بله، من در حقیقت میخواستم که تو را ببینم. خوشبختی تو را دیدن میخواستم. من آن چیزی که تو گم کرده بودی. صلیبی بیبیم. فایز، تو ساحری. تشکر فایز. تو آدم زمینی نیستی. من تو رو گسیل میکنم. نه، میدانی کریستینا جان، گسیل را دوست نمیدارم. من خودم. مایلش. پس اینجا خیر خوش میکنیم. خیر فایز، خدا یارت. نمیدونم تو به خدا باوری داری یا نه، ولی من وقتای آخر درباره وی فکر میکنم. ما همه بندگان او هستیم. من اکنون تنها نیستم. میدانم که تو در دنیای من هستی. همچنان در یکی از گوشه دنیا زیباترین خانمی هست با نام کریستینا. تو چه آدمی هستی فایز؟ خوب شد که تو با گپ من ندر اومدی، وگرنه خدا میداند که پگاه چی واقعه روی میداد. من حتی تصور کرده نمیتوانم. پناهت به خدا فایز. من تو رو یاد میکنم. Я помню те слова, что ты мне прошептала, улыбку милых глаз, ресниц твоих полет, еще один звонок, и смолкнет шум вокзала, и поезд улетит в сиреневую даль. Еще один звонок, и смолкнет шум вокзала, и поезд улетит в сиреневую даль. Ты предо мной стоишь и слезы утираешь. Вернусь я через год, через 5, быть может, через год. Ты друга потеряешь, а может, суждено нам встретиться опять, а может, через год. Меня ты потеряешь, быть может, суждено нам встретиться опять.